عشق ممنوعه مضمونیه که توی ادبیات فارسی کم بهش پرداخت نشده. ویس و رامین، شیخ صنعان و دختر ترسا، گل و نوروز. اما عشق یک روزخان 50 ساله به یک دختر 16 ساله چی؟ اونم توی روزگاری که اکثریت مردم به شدت معتقد و مذهبی هن. کی جسارت میکنه همچین داستانی چاپ کنه؟ محمدعلی جمالزاده. سلام، به داستان کاو خوش اومدین. من زهرا بای هستم و اینجا با هم داستان میخونیم. اثری که برای اپیزود 4 انتخاب کردم یه داستان کوتاه از نویسنده و پژوهشگر برجسته ایرانی محمدعلی جمالزاده است. تا آخر اپیزود همراه من باشید. درد و دل ملا قربانعلی. اسم داعی الاحقر قربانعلی. شغل و کارم سرم را بخورد، ذاکر سید الشهدا. چند سالم است خدا خودش می داند. اگر می شد برگردم به سده اصفهان که مولد اصلیم است، مرحوم والد خدا غریق رحمتش فرماید با خط خودش در پشت جلد زادالمعاد تاریخ به دنیا آمدنم را با روز و ساعت و دقیقه نوشته بود. اما این را هم یقین برادر ناخلفم تا به حال 10 بار فروخته و صرف الواتی و لودگیش نموده است. خدایا تو خودت حکم ظالم را بنما. اما روی هم رفته باید حالا 50 سال داشته باشم. آخ که چطور عمر می گذرد. والله از اسب عربی تیزتر می رود. ریش سفیدم را نبین. خدا روی دنیا را سیاه کند که غم و غصه سیاهی چشم را هم سفید می کند. های های که چطور مردم توفیر می کنند. یک روزی بود مردم مسلمان بودند، از خدا می ترسیدند. امروز کفر عالم را گرفته. مردها ریش خداداد را می تراشند و خودشان را مثل زنها می سازند و زنها هم سیبیل می گذارند که شکل مردها بشوند. خب دیگر این زن سیبیلداری که در آخرالزمان از بالای بام هاون به سر حضرت حجت میزند یا یکی از همین مردهای بیریش سیبیل چخماقی خواهد بود یا یکی از این سلیطه های سیبیلدار که خدا تخمشان را از روی زمین براندازد که خاکه زغال را من شاه 35 شاهی هم کسی یاد ندارد به 2 دسته بریده حضرت عباس. به خوبی یادم میآید که نان خالص 7 شاهی و نیم بود. مرتیکه کاسب با 4 سر عیال و اولاد با ماهی 15,002 تومان پادشاهی میکرد. خدا خودت رحمی به بندگانت بکن. واخ که این زنجیر گردن خشک شدم را شکست. خدایا تا کی باید در این زندان بمانم؟ آخر بکشم و راحتم کن. اما بنده ناشکر بنده خدا نیست. خدایا الحمدلله، 1000 مرتبه الحمدلله، به دادت شکر، به ندادت هم شکر. بله، در سفری که برای بردن نعش مرحوم والد به مشهد الرضا مشرف شدم، در برگشتن در رسیدن به تهران مخارجم تمام شد و همانجا ماندنی شدم و پیش یک روزخانی اصفهانی نوکر شدم و کم کم خودم هم بنای روزخانی را گذاشتم و چون صدای گرمی هم از برکت سید الشهدا داشتم کارم رونقی گرفت. اربابم لبیک حق را اجابت کرد و عیالش را که علاوه بر عفت و عصمت خانه و زندگی جزئی هم داشت من گرفتم و 20 سال تمام نان و نمک سید الشهدا را خوردیم. هفته می شد 10-15 منبر هفتگی داشتم. راست است که سواد درستی نداشتم، اما از صدقه سر آل عبا یاد و هوش خوبی داشتم. همین که یک مجلس را 1 بار 2 بار می شنیدم یاد می گرفتم و به مرور زمان در گرم کردن مجلس و گریز و دعا و فاتحه دستی پیدا کردم و مردم هم آن وقتها مقبول عزاداری می کردند. خانه ای نبود که محض شگوم 1 بار در سال صدای عزا از آنجا بلند نشود. محرم که میشد
از 20 خانه یکی چادر بالا می رفت. حالا چیزی که رونق دارد روزنامه است که از کفر ابلیس هم رایج‌تر شده. ولی از مقوله دور افتادم و به وراجی سر عزیز شما را درد آوردم. میپرسیدید چطور شد که در این زندان افتادم و زنجیر به گردن، پوسی و استخوانی شدم و کند و بخو به این پایم که کاش به گور میرفت گذاشتند. این سرگذشت دنباله دراز دارد و میترسم اسباب دردسر شما بشوم. نه والله نه. خیلی خوب. حالا که راستی مایلید چه مضایقه؟ بعد از آن که چند سالی روزخوانی کرده بودم، یک روز در همان محله خودمان بزازی بود که بی‌اذیت ترین مردم محله بود. هیچ کس نشنیده بود که صدای حاجی بلند شده باشد. من چند بار در شب‌های چهارشنبه که شب آب محله ما بود، اتفاق افتاد که چند کلمه‌ای با حاجی صحبت کردم و معلوم بود که حاجی مرد مقدس و خداپرستی است. صبح زود صلوات گویان عبا را سر می کشید و می رفت به دکان و عصر که می شد دکان را بر می چید و نان و آبی می خرید و عبا را سر می کشید و باز صلوات و سلام گویان بر می گشت خانه. در خانه از صبح که حاجی می رفت باز نمی شد تا عصر که حاجی بر می گشت. شبهای جمعه را هم حاجی باز عبا را سر می کشید و پیاده می رفت به زیارت حضرت عبدالعظیم و طرفهای نیمه شب و سحر بر می گشت. کلید داشت، در را باز می کرد و داخل می شد و پیش از ظهر جمعه را هم می رفت به حمام و از آنجا باز مستقیما خرید مریدی کرده و بر می گشت به خانه و دیگر هیچ کس هیچ وقت نشنیده بود که از این خانه سر و صدای عیش و نوشی یا مرافعه و دعوایی بلند شده باشد. و مع هذا همه کس می دانست که حاجی هم زن داشت و هم اولاد، ولی راست است که اولادش منحصر بود به یک دختر. این دختر هم یک روزی زد و ناخوش شد و حاجی نذر کرده بود که اگر دخترش شفا بیابد روزخوانی وعده گرفته 5 ماه به اسم 5 تن آل عبا هر هفته در منزلش روزه بخواند و دختر هم از برکت حضرت ابا عبدالله الحسین شفا یافت و حاجی چون با ما همسایه بود یک روزی از من وعده گرفت که شبهای جمعه را بروم منزلش ذکر مصیبتی بخوانم. درست یادم است که هفته 3 بود. یک روزه عروسی قاسم خوبی تازگی یاد گرفته بودم، چرب و نرم خواندم و برای آمرزش اموات و برآورده شدن حاجات و آستانبوسی عتبات عالیات دعایی خواندم و پس از صرف چای و قلیان میخواستم از خانه بیرون بروم که پشت سرم یک صدای لطیفی که یک مرتبه نمیدانم چطور لرزه بر اندامم انداخت گفت آقا شیخ. برگشتم. دیدم چادر نماز به سری است و 2000 در دست دارد و دست را از همان زیر چادر به طرف من دراز می کند. فهمیدم که پول 3 منبر روزه 3 هفته است و محض شگون پول را حاجی داده که دختر به دست خودش به ذاکر سید الشهدا بدهد. دست دراز کردم که 2000 را بگیرم ولی دستم را لرزه غریبی گرفته بود و 2000 از دستم افتاد به زمین و رفت به طرف حیاط و باغچه. دختر خم شد که 2000 را بگیرد و با همان حالت خمیدگی عقب 2000 رفت به طرف باغچه و یک دفعه چادرش گیر کرد به درخت گل سرخی و از سرش افتاد و دختر سر برهنه و خاک بر سرم گویان چون 4 قد هم به سر نداشت و گیسوانش باز بودند هی سعی می کرد که با 2 دست خود صورت از شرم و حیا چون گل برافروخته خود را بپوشاند. من یک دفعه حقیقتاً مثل این که خورشید چشمم را خیره کرده باشد قلبم با کمال شدت بنای زدن را گذاشت و بدون آن که منتظر 2000 بشوم از خانه بیرون جستم و در پشت در مثل این که حالت غشی به من دست داده باشد به سکوی خانه تکیه کرده و مدتی با حال خراب همانطور ایستادم.
همین که از برکت سیدالشهدا حالم بهتر شد و قوه راه رفتن پیدا کردم، با وجود آنکه شب جمعه بود و چند منبر دیگر هم داشتم و تازه آفتاب غروب کرده بود، ولی دیدم حالم خراب است و برگشتم به منزل. عیالم با فاطمه زهرا محشور شود که زن بی‌مثلی بود که حالتم را دید، گفت سردید شده و زود یک آب گرم و نباتی برایم آورد. ولی خیر، حالم خوب نمی شد و نمیدانم چطور بود که دایم فکر و خیالم می رفت به خانه حاجی و درخت گل و آن گیسوهای باز. می دانستم که اینها همه وسوسه شیطان لعین است که می خواهد خیال ذاکر حسین را مشوش نموده و شیعیان علی را در این شب جمعه که شب رحمت الهی است از ذکر فرزند شهیدش محروم دارد. ولی هرچه لعن خدا بود به شیطان فرستادم و چاره‌ای نشد که نشد. از زنم خداوند با خیرالنساء محشور کند که زن بی‌بدلی بود. پرسیدم زن حاجی بزاز را می شناسی؟ گفت 2-3 ماه پیش که خبر مرگ برادر حاجی از کربلا آمده بود، حاجی مجلس فاتحه‌ای داشت و من هم محض حق همسایگی رفتم سرسلامتی گفته باشم. آن روز اول بار بود که زن حاجی را دیدم و بعد از آن هم یک بار در حمام دیدم. گفتم دختر حاجی را چطور؟ زنم تعجبی کرده و گفت تو امشب اصول دین از من میپرسی؟ این چیزها به تو چه؟ تو را کجایت میبرن که من زن حاجی و دختر حاجی میشناسم یا نه؟ مردی که روزه هایش را زمین گذاشته آمده کنج خانه افتاده سر مرا بخورد. گفتم ضعیفه، تو خودت بهتر از من میدانی که حاجی مرا محض شفای دخترش 5 ماه هفتگی وعده گرفته. میخواستم ببینم دخترش چند ساله است تا به آن مناسبت یک روزه صغرا یا سکینه یا شهربانو یا عروسی قاسم بخوانم. زنم گفت همان عروسی قاسم بهتر است، چون که دختره حالا 16 سالش باید شده باشد و ماشاءالله مثل یک ماهی است که در خانه حاجی در آمده باشد. گفتم ماه است یا ستاره کوره به من دخلی ندارد. و دوباره درخت گل و موهای پریشان در خاطرم مجسم شد و یک آه دردناکی از ته دلم بی خود و بی رخصت کشیده شد. زنم هم خدا رحمتش کند که سر تا پا عصمت و عفت بود. حال مرا که دید کمی غرغر کرده و نمازی تر و چسب چسباند و نان و پنیر و انگوری هم داشتیم خورد و با ورد شجن قرینن دم مار و نیش عقرب را بسته و دعایی خواند و فوتی به اطراف دمید و خوابید. من خوابم نمی برد و دلم هی جوش می زد. شب مهتابی بود. روی پشت بام 2 گربه از همان عصر بنای معو را گذاشت و ولکن معامله نبودند. زنم با صدیقه طاهره محشور شود که پاک دامنترین زنها بود. همانطور که خوابیده بود و بدون آن که چشم باز کند گفت باز بهار آمد و این گربه ها به مرمر افتادند. من باز به کلمه بهار به یاد درخت گل و گیسوان پریشان افتادم و این دفعه خدایا استغفر الله یادم آمد که زیر گیسوان یک صورتی هم بود که از خجلت و شرم جلوی مرد نامحرم مثل ورق گلهای همان درختی که گویا از حسادت چادر را از سرش به در کردند سرخ شد و خار غم به دل من کاشت. قلبم چنان بنای زدن را گذاشت که یقین کردم الان به صدای زدن آن زنم از خواب بیدار می شود و دیگر خر بیار و رسوایی بار کن. با بتول عذرا محشور شود که زن بی‌مثل و مانندی بود، ولی خیر خستگی روز و خانه‌داری به کلی از این عالم بیرونش برده بودند و معلوم بود که به صدای نقار خانه هم بیدار نخواهد شد. خلاصه چه درد سر بدهم؟ نه سوره توبه ثمر بخشید، نه دعای خوابی که در طفولیت یاد گرفته بودم و هر چه کردم که خواب به چشمم بیاید نیامد که نیامد. حوصله‌ام سر رفت.
از رخت خواب آمدم بیرون و یک تا تنبان و یک تا پیراهن با سر و پای پتی پلکان را گرفتم و رفتم روی پشت بام. همسایه ها غرق خواب بودند و صدا و ندا از احدی بلند نمی شد. مهتاب سر تا سر عالم را گرفته بود و دیوارها و پشت بامها مثل اینکه نقره گرفته باشند مثل شیر سفید بودند و گنبد مسجد شاه از دور حالت یک تخم مرغ عظیمی را داشت و مناره ها هم مثل 2 انگشتی بودند که آن تخم مرغ را در میان نگاه داشته باشند. یکی از آن 2 گربه‌ای که گفتم از میان 2 پایم فرار کرد و ناپدید شد. آن دوردست ها گاه گاه موج نسیم صدای آواز شیرینی را به گوش می رسانید. یک داش سرمستی از پشت کوچه می گذشت و با صدای خمارآلود خرابی یادم است این شعر را می خواند: شب مهتاب و ابر پاره پاره، حریفان جمع شوید دور پیاله. خلاصه دنیا روحی داشت و ما هم حالتی و کیفی. ولی غفلتاً از همان نزدیکی ها نعره یا قاضی الحاجات سردمداری بلند شد و چرتمان را به هم دراند. به صدای کشیکچی در یکی از خانه های همسایه طفل شیرخواری از خواب جست و بنای زاری و کولیگری را گذاشت و صدای مادرش هم می رسید که گاهی قربان و صدقه می رفت و گاه نفرین می کرد و فحش می داد. برای خالی نبودن عریضه سگ‌های زیر بازارچه هم یک دفعه به جان هم افتاده و غوغا و علم شنگه‌ای برپا کردند که آن سرش پیدا نبود. من همین که به خودم آمدم دیدم در گوشه پشت بام حاجی بزاز در پناه شیروانی شکسته‌ای مخفی و از سوراخ ناودانی نگران درون خانه نامحرمم و در نزدیک درگاه اتاق چشمم دوخته شده به یک رخت خواب سفیدی که موی پریشان دوشیزه خوابالودی سر تا سر نازبالش آن را در زیر چین و شکن خود آورده است. و هم در خاطر دارم که با صدای ملایمی این شعر را که گاهی در بین روزهای خود قالب می زدم و سکه می کرد زمزمه می کردم: عجب از چشم تو دارم که شبانگه تا روز خواب می گیرد و خلقی ز غمش بیدارند. از دیوانگی خود مات و متحیر استغفاری چند خوانده و با همان حالت یک تا پیراهن و یک تا شلواری سر برهنه و پای برهنه دوباره از تیغه ها و نرده ها و دیوارها گذشته و برگشتم به خانه ایمان و دیدم زن بیچارم سراسیمه از این طرف و از آن طرف می دود و هی فریاد می کند: ملا ملا، آخر به کدام گور سیاه رفته ای؟ گفتم ضعیفه ناقص العقل، خامس آل عبا شفیعش بشود که زن نبود، جواهر بود. تو که همسایه ها را با جیغ و ویغت بیخواب کردی. خب چه خبرت هست؟ رفته بودم پشت بام که در این شب مهتاب مناجاتکی کرد و شکر خدا را به جا بیاورم. گفت مناجاتت کمرت را بزند و قرقری کرد و لحاف را سر کشید و دیگر صدایش در نیامد. من هم رفتم به طرف رخت که بلکه بخوابم، ولی باز خیال رخت خواب سفیدی از خاطرم عبور کرد و درخت گل و گیسوان باز و صورت گلگونی به یادم آمد و حالم دیگرگون شد. خلاصه دیگر نتوانستم از خانه بیرون بروم. هر روز حالتم بدتر شد. زنم از غصه ناخوش شد. هر چه داشتیم تکه تکه فروختیم و خوردیم. از آن همه هفتگی که داشتم فقط خانه حاجی بزاز می رفتم. آن هم به عنوان آن که به خانه من نزدیک است. ناخوشی زنم روز به روز سخت‌تر می شد و یک روز از آن صبح از این دنیای فانی به عالم باقی رفت و از غم و غصه خلاص شد. خدا بیامرزدش که تا نداشت. از اون روز به بعد ما ماندیم و خودمان تنها و بی‌پرستار. وقتی که از اسباب خانه هیچ چیز نماند، 3 دانگ از خانه ایمان را پیش علاف محله که مقدس و جانماز آبکش و در حقیقت دار و ندارش از تنزیل
10 شاهی و 1 غرام بود و به قول مشهور جو فروش و گندم نما بود گرو گذاشته و 300 تومانی گرفته و قرض و قوله حکیم و عطار و مردشور و غیره را داده و 2 پولی را هم که باقی ماند به قناعت هرچه تمامتر برای بخور و نمیری نگاه داشتم. یک شب با حالت نزاری در تاریکی اتاق افتاده و به خواندن این شعر مشغول بودم. به روز بی کسی جز سایم کس نیست یار من، ولی آن هم ندارد طاقت شبهای تار من. و راستی راستی به حالت بی کسی خود می گریدم که دیدم صدای در خانه بلند شد. خیلی تعجب کردم که در این نیمه شب که به یاد ما افتاده. چشمهایم را خشک کردم و رفتم در را باز کردم. دیدم حاجی بزاز است. گفت آقا ملا، ناخوشی گوهر خانم ما دوباره عود کرده و خیلی خاطر مادرش پریشان است. آمدم از شما خواهش کنم که امشب یک ختمی بگیرید. شاید اثر نفس شما خداوند باز دفعه دیگر شفا عطا فرماید. قبول کردم و در را بسته و خواستم به اتاق برگردم، ولی قوتم یاری نکرد و در روی همان پلکان دالان افتادم و حق حق بنای زاری را گذاشتم و رو به آسمان سیاه و تاریک کرده و از خود بی خود بنای خطاب و عتاب را گذاشته و زبانم لال خیلی حرفهای کفرآمیز به زبانم آمد که هر کدامش مستحق 1000 سال آتش جهنم بود. ولی خدا خودش می‌داند که تقصیر با من نبود و هر کسی به جای من بود به ضلالت می‌افتاد. یادم است میگفتم ای تویی که نمیدانم هستی و نمیشود هم گفت که نیستی. آخر تو که این ستاره ها را آفریده ای که مثل کرورها چشمهای گرد و هیز و بی‌حیا دایم اشکهای ما بدبخت ها را می شمارند و به یک دیگر چشمک زده و هی امشب رفته فردا شب آمده باز بنای لودگری را می گذارند. آخر اگر مقصودت از خلقت ما و زمین و آسمان همین است که چه فایده؟ آخر کربلای خدا، تو که امام حسین را آفریدی شمر زلجوشن را چرا می آفرینی؟ تو که می دانی چنگال شاهین مثل کارد قصاب براست، بدن صعوه را چرا آن همه لطیف می کنی؟ اگر زور و جور و جفا خوب است چرا هی پشت سر هم پیغمبرها را میفرستی که دنیا را پر از فریاد و حی علی خیر العمل کنند؟ تو که میدانی قلب ذاکر حسینت این همه نازک است چرا به دختر حاجی بزاز آن زلف و آن عارض را میدهی و بعد بی جهت بلا را ناغافل به بدن نازنینش وارد میکنی؟ آیا این اجر 30 سال مصیبت خوانی من است؟ دستت درد نکند که خوب مزد ما را کف دستمان گذاشتی. بی خود و بی جهت 2000 را از دست دختره معصوم به زمین می اندازی، بعد چادرش را به دست خار می دهی و روزگار مرا سیاه می کنی. زن بی بدلم را از من می گیری و این همکار امشبت که می خواهی اشک مرا خون کنی و می روی دختر مردم را دوباره ناخوش می کنی. راستی که دیگر شورش را در آوردی. بله، العیاذ بالله العیاذ بالله، خیلی از این ریچارها بافتم، ولی هذیان بود و میدانم که خدا خواهد بخشید. خیر، تمام شب را همان طورها گاهی به تضرع و زاری و گاهی به خطاب و عتاب و توپ و تشر سر آوردم و از آن صبح عبایی به دوش کشیده و از خانه آمدم بیرون که شاید خبری از ناخوش به دست آورم. دیدم قاطر حکیم باشی جلوی خانه حاجی بزاز ایستاده و نوکر حکیم باشی افسار قاطر را در دستش پیچیده و روی سکو چرت میزند. آهسته بیدارش کردم و گفتم مشهدی، میدانی حالت مریض چطور است؟ نگاه تندی به من انداخت و گفت تو مریضی آخوند که مردم را از خواب میپرانی که مریض چطور است؟ آخری باشور، اگر کسی حالتش خوب باشد بوق سحر حکیم در خانهش چه می کند؟ دیدم یارو حق دارد. خجل و دمق به خانه برگشتم و در را قفل کردم و گفتم که دیگر این در
باز نخواهد شد مگر آن که به روی مردشور باشد برای به خاک بردن جسدم. یادم از خودم تنها هی روزه می‌خواندم و گریه می‌کردم و برای شفای دختر حاجی دعا می‌کردم. آن روز همانطور گذشت و از حلق من نه یک قطره آب فرو رفت نه یک ارزن نان. شب که رسید وضوئی گرفتم و نمازی خواندم، ولی دیدم خیر ثمری ندارد و عنقریب است که دیوانه خواهم شد. بند رختشوری را که یک سرش به درخت توت خشکی که در کنار خانه بود بسته بود و سر دیگرش به میخ طویله باز کردم و به یک شاخه درخت توت بستم و سر دیگرش را هم خفت و گره کردم و انا للهی گفته و میخواستم که به گردنم بیاندازم و از این دار مصیبت خلاص شوم که صدای در خانه بلند شد. من صدا در نیاوردم، ولی دفعتاً صدای حاجی بزاز به گوشم رسید که می گفت آقا ملا قربان علی. بی‌محابا به طرف در جسته و در را باز کردم که کاش باز نکرده بودم. معلوم شد روزگار و جفاکار آن گل نوشکفته را از شاخ زندگانی بریده و حاجی آمده بود که از من خواهش کند بروم سر نعش دختر ناکامش که در همان نزدیکی در شبستان مسجدی گذاشته بودند که صبح به کفن و دفنش بپردازند، قرآن بخوانم. خواستم بگویم که سواد ندارم، ولی صدایم از گلویم در نیامد و حاجی سکوت مرا حمل به قبول نمود و رفت و باز من ماندم و تنهایی. مهتاب غریبی بود و نسیم خوشی که میوزید تنابی را که به درخت توت آویزان بود یواش یواش از این طرف به آن طرف می برد و سایه‌اش هم افتاده بود به خاک و به نظر من مثل پاندول ساعتی آمد که ساعتهای زندگانی و مرگ را بشمارد. یک دفعه بی خیال آن شب مهتابی افتادم که اول بار صورت دختر حاجی را دیده بودم و باز آن درخت گل و آن گیسوی پریشان به خاطرم آمد و آه از نهادم برآمد و گفتم هر طور هست باز یک بار آن صورت 1000 بار از ماه بهتر را ببینم. ابایم را که زن مرحومم خدا با شفیعه روز قیامت محشورش کند که زن بی همتایی بود، 100 بار وصل پینه کرده بود و کاش کفنم شده بود، به دوش انداختم و رفتم به مسجد. خود شما دیگر میفهمید که چه حالی داشتم. خدا نصیب هیچ یک از بندگانش نکند. اول مدتی بی صدا و بی حرکت مثل مرده انگاری خشک شده بودم و نمی توانستم باور کنم که آن قد و قامتی که من دیده بودم حالا بی جان زیر این چادر نماز خفته باشد و فردا زیر خاک قبرستان برود. ولی فکر کردم که من برای قرآن خواندن اینجا آمدم و کم کم بنای زمزمه را گذاشته و قرآن که نمی توانستم بخوانم و بنای خواندن دعایی که از بر بودم گذاشتم، ولی اشک مهلت نمی داد و مثل ناودان روان بود. خدا می داند که از شب چند ساعت رفته بود. از بیرون هیچ صدایی در نمی آمد. غم و غصه داشت دیوانه ام می کرد. دیگر هرچه دعا و آیت الکرسی و آیه عربی می دانستم با فبأی آلاء مخلوط کرده و خوانده بودم و دیگر از ضعف و ناتوانی زبانم یارای حرکت نداشت و یقین داشتم که کم کم من هم همانجا خواهم مرد و چنان حال و کیف و وجدی داشتم که گفتنی نیست. در آن حال غفلتاً صدای مناجاتی در همان نزدیکی بلند شد و در آن دل شب این شعر به گوشم رسید: شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. این شعر چنان حالتم را منقلب کرد که یک دفعه مثل این که جان تازه‌ای در بدنم دمیده باشند از جا جستم و فریاد زدم: آخر ای ناکام، چرا بلند نمی شوی؟ تو و مردن؟ به خود گفتم باید باز یک دفعه دیگر این صورت را ببینم و بدون هیچ اندیشه و درنگی دستم رفت و چادر نماز را عقب کرد و صورت دختر پدیدار گردید.
با لب خندان و زلف افشان. خم شدم و دهنم را به دهنش نزدیک کردم و از خود بی خود چشمم بسته شد و لبم چسبید به لب چون غنچه پژمرده و دیگر نفهمیدم چه شد. همینقدر یک دفعه حس کردم که لگد سختی به پشتم خورد و از حال رفتم و همین که به حال آمدم خود را در جای تاریکی دیدم با کند به پا و زنجیر به گردن. معلوم شد که گزمه ها از پشت مسجد می گذشتند و در شبستان روشنایی دیده و به خیال اینکه دل دزدی آمده باشد زیلو یا حصیری بدزدد آهسته وارد شده و صورت واقعه را دیده و پس از کتک بسیار با دست و پای و عمامه به گردن ما را از آنجا بیرون کشیده و ریشمان را تراشیده و چوب بسیار زیادی زده و در زندانم انداختند که هنوز همچنان که میبینید همانجا هستم. ولی با وجود این روزی نیست که آن درخت گل و آن زلف پریشان و آن دهن خندان در نظرم مجسم نشود و آتش به عمرم نزند. ولی خیلی سر شما را درد آوردم. ببخشید. 7 سال تمام بود که با کسی صحبت ننموده بودم. قبل از هر چیز خصیصه‌ای که نصر جمالزاده رو برای من با بقیه هم نسلاش متفاوت میکنه ایرانی بودن اونه. یعنی چی؟ مثلا من وقتی آثار نویسنده های دهه 20, 30, 40, 50 و حتی نویسنده های معاصرتر رو میخونم انگاری یک پزشکی برای یادگیری روش درمان غربی رفته اروپا و حالا که برگشته، حالا که متد درمان غربی شده دیگه آدما رو هم به همون چشم میبینه. یعنی دیگه مثلا اکبر آقا و شهره خانوم و دایی ناصر فرقی با الکسی و ویرجینیا و جو ندارن. نه اینکه فرق نداشته باشن، زاویه نگاه به این انسان‌ها همون زاویه‌ایه که یه نویسنده غربی هم میتونست بهشون داشته باشه. اما جمالزاده برای من انگار اون طبیبیه که با اینکه روش درمان غرب رو بلده میدونه نبض انسان ایرانی رو چطور باید گرفت، میدونه برای بررسی سوژه ایرانی باید از چه لنزی استفاده کرد و این چیزیه که خودش رو توی زبان و جهانبینی آثار جمالزاده نشون میده. مثلا توی داستان‌های جمالزاده بیشتر از اون چیزی که ما رخداد داشته باشیم حادثه یا پیش آمد داریم. این چیزیه که بیشتر توی قصه اتفاق میفته تا داستان. ما در ادبیات داستانی بیشتر رخداد داریم. رخداد چیه؟ اتفاقیه که حاصل عمل و اکت شخصیت باشه. اما پیش آمد یه چیز قضا و قدریه، یک حادثه است، مثل افتادن 2000 از دست دختر، مثل گیر کردن چادرش به شاخه گل، مثل افتادن چادرش. اتفاقایی که از قبل براشون نویسنده خیلی برنامه ریزی خاصی نکرده که اگر A به B برسه B به C برسه این اتفاق بیفته، یعنی خیلی علت منطقی پشتشون نیست. و میبینیم که داستان‌های جمالزاده بیشتر از جنس این حکایت و قصه است تا داستان در معنای غربی اون، در عین حال که ویژگی‌های ادبیات داستانی رو هم داره. اما مشخصاً این داستان کلش همونطور که اسم داستان هست یک درد و دله، نه نصیحت، نه حمله به قشر مذهبیه و نه یک داستان عاشقانه آبکی. یه آدمی صندوقچه سینه‌ش رو برای ما باز میکنه، تا همینجاش هم جذابه، اما وقتی میبینیم این آدم توی زندانه و بعد از 7 سال داره صحبت میکنه، خب تعلیق بیشتری برامون ایجاد میشه. و آیا نویسنده تونسته به این تعلیق‌هایی که ایجاد کرده پاسخ قانع کننده بده؟ یعنی ما بعد از اینکه زمان گذاشتیم و این داستان رو تا آخرش خوندیم بگیم که آها عجب اینطور هم می شده، همچین چیزی نشینده بودم، اینطوری هم
پره. لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، حتی عشق پیرانه سر، شیخ صنعان و دختر ترسا. اما ما یک مضمون پرتکرارتر توی ادبیات فارسی داریم، مخصوصا توی شعر، و اون شاهد بازیه که در اون معشوق به جای اینکه یک دختر باشه یک پسر نوجوانه. مثلا اگه شما کتاب مردان بیریش و زنان سیبیلوی خانم افسانه نجم آبادی رو خونده باشید، خیلی مفصلتر با این مفهوم آشنا میشید که چطور فرهنگ ایرانی در اثر برخورد با فرهنگ غربی در دوران قاجار یک چرخش و تحولی پیدا میکنه. از اینکه عشق رمانتیک به جای اینکه متوجه همجنس باشه به سمت غیر همجنس متمایل میشه و این خب توی اشعار، ادبیات و نگارگری خیلی نمود داره. برای اینکه یک شاهدی اینجا از مفهوم شاهد بازی براتون آورده باشم، یک حکایت کوتاه رو از گلستان سعدی انتخاب کردم که با هم بخونیم. میگه که در عنفوان جوانی چنان که افتد و دانی، با شاهدی سری و سری داشتم، به حکم آن که حلقی داشت طیب الادا و خلقی کالبدر اذا بدا. یه دوران جوانی با یک شاهدی، یعنی با یه پسر نوجوانی، یه سر و سری پیدا کردم روی این قضیه که خیلی خوش صدا و خوش سیما بود. اتفاقاً به خلاف طبع از وی حرکتی بدیدم که نپسندیدم. دامن از او در کشیدم و مهر برچیدم و گفتم برو هرچه می بایدت پیش گیر، سر ما نداری سر خویش گیر. با هم به یک اختلافی خوردیم و گفتم حالا نمیخوای با من باشی برو با هر کی میخوای باش. شنیدمش که همی رفت و میگفت شب پره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نکاهد. میگه که اگر یک حشره، یه شب پره نخواد که به آفتاب نزدیک بشه چون پر و بالش میسوزه، این باعث نمیشه که آفتاب از اون رتبه و مرتبه خودش بیفته. این بگفت و سفر کرد و پریشانی او در من اثر. بازآی و مرا بکش که پیشت مردن، خوشتر که پس از تو زندگانی کردن. اما به شکر و منت باری پس از مدتی باز آمد. آن حلق داودی متغیر شده و جمال یوسفی به زیان آمده. متوقع که در کنارش گیرم. کناره گرفتم و گفتم آن روز که خط شاهدت بود، صاحب نظر از نظر براندی. امروز بیامدی به صلحش، کشفتها و ذمه برنشاندی. میگه که بالاخره برگشت، پشیمون شد و برگشت پیش من، ولی دیگه اون صدا دگرگون شده بود و اون جمال یوسفی هم به هر حال یک سری آثار و شواهدی درش به وجود اومده بود که بهش گفتم اون روزی که ترگل و ورگل بودی منو گذاشتی رفتی، حالا که رشد کردی و اون آثار حسن و غرور جوانی در تو زایل شده، حالا برگشتی بر دل من. سوال کردم و گفتم جمال روی تو را چه شد که مورچه بر گرد ماه جوشیده است؟ جواب داد ندانم چه بود رویم را، مگر به ماتب حسنم سیاه پوشیده است. که بهش گفتم که اون صورت شاداب تو، اون کاکل و خرم تو رو چی شد؟ نیستی که اون غرور و حسن جوانی در تو. میگه که مورچه بر گرد ماه جوشیده یعنی ریش در آورده. ماه منظور صورتشه و این مورچه ها منظور اون دونه های ریز موه روی صورتش. میگه نمیدونم که چی شد که این اتفاق در من افتاد، انگاری که صورتم در ازای حسنم سیاه پوشیده. گیرم که قبول. این سنت مهرورزی به یک شخص نوجوان توی فرهنگ ایرانی وجود داشته، همطور که به کتاب خانم نجم آبادی هم اشاره شد. اما چرا روی این اختلاف سنی، این فاصله سنی، این همه تاکید شده توی داستان؟ مشخصاً گفته شده که این آدم 50 سالشه و دختر حاجی بزاز 16 سالشه. یه آدمی که 50 سال روزه خونده و نونش از
عزا و آه و ماتم مردم در اومده. حتی زن بیوه اربابش بوده و احتمالاً چون فقط بی شوهر مونده بوده این آقا رفته و اونو گرفته. یعنی ماجرای عشقی این وسط نبوده و خیلی هم به قد و بالا و وجنات ظاهری این زن اشاره نمیشه، به جز اینکه ضعیف است، ناقص العقله، چه میدونم خیلی با عفت و طهارته و خیلی هم زندگی جمع کنه نهایتاً. نه اینکه مثلا شوری میلی رو تو این آدم به زندگی برانگیخته بکنه. حالا این آدم از این محیط یک نواخت و کرخت سراسر ماتم و روزه و اندوه یکو با یک شخص 16 ساله‌ای طرف میشه که براش حکم یک رانه، یک میل به زندگی رو داره. یعنی انگار با یک سمبولی از لیبیدو طرف میشه. اما لیبیدو چیه؟ لیبیدو یک تعریفیه در علم روانشناسی از میل و رانه جنسی که در روان انسان وجود داره و انسان رو وادار به زندگی، حیات، تکاپو، زاد و ولد و امثالهم میکنه. حالا انگار این آدم توی روانش یک چاه تاریک و عمیقی وجود داره با یک درپوش کیپ تا کیپ بسته‌ای که یکو در مواجهه با این دختر 16 ساله اون درپوچه میشکنه. اون درپوش میشکنه و سقوط میکنه به عمق تاریکی روان خودش و اون خلایی که توی وجودش هست سقوط میکنه. نه تنها سقوط میکنه، ترجیح میده که توی اون چاه بمونه، دار و ندار و زندگیشو از دست بده اما خونه نشین بشه و در غم اون عشق، اون خلأ دست و پا بزنه. یعنی اگر دختر حاجی بزاز نبود که خب حالا خیلی هم دختر سرحال و ترگل ورگلی هم نیست، میدونی که رنجور، مریضه، هر چند وقت یه بار یکی پیدا میشه به این شفا میده و این دوباره مریض میشه و اینا میان در خونه این که برای این روزه بخون. خیلی هم آماده باروری و نمیدونم سرگوشش نمی جنبه، همچین دختری هم نیست، ولی باز این ترجیح میده که در غم عشقش بسوزه. دختر حاجی بزازم نباشه، این باز یک بتی رو، یک بت 16 ساله دیگه رو پیدا میکنه برای پرستش. چرا؟ چون یک آدم 16 ساله حالا در گذشته پسر و بعد از دوران قاجار دختر سرشار از لحظه های نزیسته این آدمه، سرشار از حسرت های این آدمه. یک آدم 16 ساله فرصت داره برای عاشق شدن، زندگی کردن، میل و شوق داشتن، دویدن، جسارت کردن، ولی این آدم نه. این آدم انگار دیگه داره مهلتش تموم میشه و یکو تمام اون زندگی نکردش رو در آینه این دختر پیدا میکنه. اما زبان داستان که خیلی درخشانه به نظر من و خیلی خوب نویسنده تونسته فاصله خودش رو با اون زبان ترجمه‌ای که بین هم نسلای خودش باب بود حفظ بکنه. ملا قربانعلی خب یک شخصیت دهاتی و رعیته و ادبی صحبت نمی‌کنه، خیلی کلاسیک و ترجمه‌ای صحبت نمی‌کنه، اما جمله بندیش ادب یک آدم رعیته، از جنس آدمیه که با بالا دستتر از خودش طرف شده داره مکالمه میکنه. واژه هایی که انتخاب میکنه دقیقاً همون قدر مبادی آداب ولی در این حال صادقانه است. متوجه میشیم با یه آدمی طرفیم که خیلی سوادی نداره، دستخطی نداره، کتاب نخونده، اما دایره لغاتش خاص خودشه، خاص همون دنیایی که از گذشته ها، از شعرهایی که شنیده، از روزه هایی که شنیده بهش منتقل شده. مخصوصا اون قسمتی که داره پشت بوم و اون مهتاب و مناره و گنبد مسجد شاه رو توصیف میکنه، میبینیم که چقدر این لحظات ایرانیان، مخصوصا وقتی جا به جا توی داستان
به شعر و آواز اشاره میکنه، دو بازوی در هم تنیده در فرهنگ ایرانی. ما نمیتونیم آواز ایرانی رو بدون شعر تصور بکنیم و توی این داستان می‌بینیم که این آواز همراه با یک بیت شعر با یک نسیمی خلاصه میاد و به گوش این آدم میرسه و همونطور که خودش هم توی داستان میگه یک کیف و حال و حالتی رو بهش میده که آشناست، که ایرانیه، که برای من مخاطب شبیه به انگاره هایی که از فرهنگ ایرانی، از سنت ایرانی دارم. مخصوصا وقتی داره به اون لحظه دید زدن اشاره میکنه، به نظر من خیلی اونجا لحظه قشنگیه. از چه جنس کلمه هایی استفاده میکنه؟ نازبالش، دوشیزه، زلف افشان، چین و شکن، دقیقاً یک سری واژه‌های شاعرانه‌ای که یک انسان ایرانی مخصوصاً حالا توی اون روزگار موقع دید زدن به خاطرش میاد. یعنی نویسنده نخواسته اینجا خیلی عشق رو اروتیک کنه برای ما، خیلی جنبه های جنسی بهش بده، اصلا نخواسته خیلی به حریم این آدم وارد بشه. مثلا میگم اگر یک نویسنده غربی بود یا یه نویسنده مثلا روس بود، مثلا داستایفسکی بود، به نظر من خیلی با جزئیات بیشتری این لحظه رو برای ما توصیف میکرد. موشکافانه، تردیدهاش، ترسهاش، احساس گناهی که اون لحظه بر وجود این آدم حاکم شده و همزمان که مثلا داره یک کیف و لذت جنسی میبره از دید زدن اون دختر توی خواب، از این که حالا یه آخونده، یک فرد مذهبی، مثلا اون شمایل های مقدس میتونست مثلا بیاد توی ذهنش و اینو عذاب بده، ولی جمالزاده روی هیچ کدوم از اینا دست نذاشته، یعنی وارد حریم ذهنی این آدم انگاری نشده. دقیقاً مثل همون فاصله‌ای که توی نگارگری ایرانی بین نقاش و بیننده و اون چهره‌های توی نگارگری هست. مثل همین تصویری که می‌بینید و خب مضمون رایج یه دختری زیر درخت گلی. حتی صفحات آخر وقتی که این آدم تصمیم میگیره که بره و بالای سر معشوق خودش قرآن بخونه، ببینید لحظه تصمیم گیری توی ادبیات داستانی خیلی چیز مهمیه، یعنی خیلی چیزها رو راجع به شخصیت افشا میکنه تصمیم هایی که میگیره و اینجا میبینیم که این آدم به خاطر انگیزه های جنسی نیست که میخواد بره سر اون دختر مرده و قرآن بخونه بالا سرش، یک دوباره یادآوری اون خاطره گل، اون گیسوی افشان، اون شرم، اون چهره روشن‌تر از ماهه که این آدم رو وامی داره که بره بالا سر یه مرده بشینه تا صبح. و حتی وقتی لبش رو روی لب دختر میذاره، خب ما دیگه اینجا انتظار داریم که وقتی چادر رو زد کنار یک شیطونی به هر حال نویسنده کرده باشه، مخاطب روی قلقلکی داده باشه، بالاخره ما ببینیم که این وقتی به وصال میرسه چه لذتی رو میخواد تجربه بکنه. ولی میبینیم که از عبارت مثل غنچه پژمرده استفاده میکنه، یعنی از این ترکیب سردتر، پاییزیتر، پر از خزانتر فکر نمی کنم وجود داشته باشه. یا اونجایی که هنوز چادر روی جنازه است میتونست به برجستگی های بدن مثلا این دختر اشاره کنه، خیلی جنبه های دیدزنی رو به اون سمت هل بده، ولی نخواسته و همه چیز در همون اتمسفر و فضای شاعرانه و ایرانی باقی مونده. روایت کنجکاوی روانکاوانه‌ای توی ذهن و عوالم شخصی یک آدم نامتعارفه، آدمی که ما فکر نمی کنیم همچین حرکتی ازش سر بزنه. حتی اگر مثلا اینو به عنوان یک تیتر توی روزنامه میخوندیم ممکن بود منزجر بشیم از همچین شخصی.
پر از حس نفرت و خشم باشیم. اما وقتی که داستان رو میخونیم میبینیم که همچین اینطوری هم نیست. با اینکه این آدم دستگیر میشه، آبروش میره، کتک میخوره، زندان میفته، ولی دل ما خنک نمیشه، حتی دلمون یکم براش میسوزه. و این هنر جمالزاده است که نخواسته نصیحت بکنه، نخواسته نتیجه گیری اخلاقی بکنه، نخواسته مثل خیلی از متون فارسی یک شخصیت رو از یک قالب کلیشه‌ای به یک قالب کلیشه‌ای دیگه منتقل بکنه. یعنی بگه که خب این آدم اینجوری بود، اینجوری فکر میکرد، این بلا سرش اومد و حالا یه آدم دیگه است، یا حالا به حکم و فضل الهی بخشوده شد و از گناهان خودش توبه کرد. این آدم پشیمون نیست. این آدم با اینکه 7 سال توی زندونه میگه من روزی نیست که به اون صورت نمیدونم روشن تر از گل فکر نکنم، روزی نیست که اون قد و قامت رو به خاطرم نیارم. چرا اینطوریه؟ چون این آدم یک خلأی داشته که اون خلأ از جنس فانتزی های جنسی نبوده، از جنس دنیای گل و بوسه و شرم و لطافت و سرخی گل و ملاحت و خلاصه از این جنس کمبودها بوده و حالا که بهش نرسیده احساس گناه نمیکنه، احساس عذاب وجدانی نداره این آدم. یعنی جمالزاده میخواد بگه که ممکنه یک همچین عواطف متناقضی در همچین آدمی وجود داشته باشه، بدون اینکه قبیح باشه، بدون اینکه زشت باشه، ناپسند باشه، ناهنجار باشه. این عواطف هستند در روان آدمی، حتی در روان یک آخوند و باید پذیرفت. و اینجایی که داره به هستند نزدیک میشه، یعنی در واقع همون رئالیسمیه که ما از ادبیات داستانی انتظار داریم. همچین عواطفی هستند، نمی شود با آنها کاری کرد بجز آنکه آنها را پذیرفت. اما قبل از جمالزاده کسی بوده که روی این بخش از روان تاریک انسان ایرانی چراغ بندازه و بخواد ازش صحبت بکنه؟ میدونیم که این داستان یه داستان قدیمیه، اما نسخه‌ای که دست منه برای سال 1320 ناشر بنگاه پروین، خیلی نسخه قدیمیه که دست منه، داستان ملا قربان علی از مجموعه یکی بود یکی نبود. این 4مین اپیزود داستان کاو بود. مرسی که با من همراه بودید. این کانال رو به دوستانتون که میدونید علاقه‌مند به ادبیات داستانی هستن معرفی کنید و لایک و سابسکرایب یادتون نره.